سلام، روز بخیر. آقا اکثرا اوایل کار دنده عقب با تریلی، چون فرمون برعکسه آدم قاطی میکنه. خب تو این روشی که من میخوام بهتون بگم درصد اشتباهتون خیلی میاد پایین تر. گوش کن ببین روش سعید آکاتی چطوریه. بالای فرمون، پایین فرمون. تو این روش فقط با پایین فرمون کار کن موقع دنده عقب رفتن. خب خیلی راحت این پایین فرمون، ته فرمون و هر طرفی که میخوای ته تریلیت بره، این پایین فرمون رو بده همون سمت. یا باز یادت میره، بذار ملکه ذهنت کنم، این پایین فرمون رو هر طرفی که میخوای ته تریلیت بره بده سمت همون آینه. دیگه الان قطعا آینه رو نگاه میکنی که میخوای اون سمتی که ماشینت بره دیگه ته تریلیت بره، بده سمت همون آینه. سمت راست میخوای بری سمت آینه سمت راستی، سمت چپ میخوای بری بده سمت آینه سمت چپی. خب بعد داداش من شنیدی میگم فرمون برعکس، میای یه دفعه یه نیم دور میزنی، نمیشه، اینجوری خراب میشه ماشین. میری تو قیچی. داداش من بند انگوش به این فرمون بازی بده، ببین چقدر ته تریلیت تحت تاثیر قرار میگیره. خب بعد آروم خیلی آروم برو به سمت عقب، برو تمرین کن، نتیجهشو به من بگو.